الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در جلسه قبل که خدمت شما بزرگواران بودم، مطالبی درباره عرش و کرسی و صفات ذات الله متعال که علامه طحاوی رحمت الله علیه در کتاب عقیده خودشون ذکر کرده بودند، من این مطالب رو خدمت شما بیان کردم. در ادامه مبحث علامه طحاوی رحمت الله علیه بحث ایمان به فرشتگان و پیامبران و کتابهای الهی رو مطرح می فرماید. زیرا همان گونه که ایمان به الله متعال جزو ارکان و پایه‌های اعتقادی دین اسلام هست، ایمان به فرشتگان و به پیامبران و به کتابهای آسمانی نیز جزو ارکان و اصول اعتقادی ما مسلمانان هست و این ارکان و پایه‌های اعتقادی که ما به عنوان یک اصل و پایه به اون ایمان داریم، دلایلش در قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم بدون هیچ گونه ابهامی، بدون هیچ گونه شک و تردیدی و با صراحت تمام و شفافیت تمام در قرآن کریم بیان شده و این ویژگی اصول و اعتقادات ما مسلمانان هست و روش قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هم این هست که اصول را و مبانی اعتقادی را با بیانی بسیار واضح و شفاف و شیوا برای من و شما بیان کردند که جای هیچ گونه شک و تردیدی در قلب هیچ مسلمانی در این زمینه ها باقی نخواهد ماند. بحث ایمان به ملائکه را علامه طحاوی رحمت الله علیه مطرح کرده و می‌فرماید که و نؤمن بالملائکه و النبیین، و ما معتقد هستیم، باور داریم، ایمان داریم به فرشتگان الله متعال و به پیامبران الهی. در این جلسه انشاءالله پیرامون ایمان به فرشتگان که فرشتگان چه کسانی هستند و دلیل ایمان به فرشتگان چی هست و به چه معنی ما باید به فرشتگان ایمان داشته باشیم، در این زمینه من مطالبی رو خدمت شما عرض می کنم. قبل از هر چیزی، ملائکه که در زبان عربی به فرشتگان اطلاق می شود،
این کلمه ملائکه جمع هست و مفردش ملائک هست و این از الوکه به معنی پیام گرفته شده، بدین معنی که فرشتگان و ملائکه الله متعال پیام آوران وحی هستند، فرستادگان و رسولان الله متعال هستند. اما در اصطلاح ما مسلمانان و در تعالیم دینی و شرعی ما، فرشتگان این گونه تعریف شدند که آنها مخلوقاتی نورانی و بسیار عظیم الجثه و صاحب اختیار و اراده هستند که می توانند خود را به اشکال مختلف و متعددی در بیاورند و محل سکونتشون در آسمان هست. این یک مجموعه ای از ویژگی های فرشتگان هست که ما می توانیم با ذکر این ویژگی ها تعریف فرشته رو در واقع در بیابیم. در این زمینه که من عرض کردم که فرشتگان پیامبران الهی هستند، یعنی رسولان و قاصدانی هستند که وحی را از الله متعال تحویل میگیرند و به همان گونه که آن را از الله متعال شنیدند بدون هیچ گونه کم و کاستی این وحی را به پیامبران الهی منتقل می کنند. در این زمینه الله متعال می فرماید که الله یصطفی من الملائکة رسلا و من الناس. الله متعال برمی گزیند از میان فرشتگان پیامبرانی را، یعنی قاصدانی را برای ابلاغ و رسانیدن وحی، و من الناس و از میان مردم. الله متعال فرشتگانی را انتخاب می کند که این وحی الهی را دریافت بکنند از الله متعال و آن را به پیامبران انسی برسانند، به رسولان الله متعال برسانند و از میان انسانها الله متعال پیامبرانی را انتخاب می کند و افرادی را وظیفه رسالت می دهد تا این پیام دریافتی از جانب الله متعال را به تمامی بندگانش برسانند. الله یصطفی من الملائکة رسلا و من الناس. الله متعال برمیگزیند از میان فرشتگان و از میان انسانها پیامبرانی را و قاصدانی را که پیام انسانها را، پیام الله متعال را به تمام انسانها برسانند. پس بنابراین انتخاب رسول و انتخاب پیامبر و قاصد یک انتخاب الهی است و آن کسانی که از جانب الله متعال اعم از فرشتگان یا انسانها برای این وظیفه انتخاب می شوند، این نشان شرافت و کمال آنها هست. اما این نکته که فرشتگان از نور آفریده شدند، روایتی هست در صحیح مسلم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند خلقت الملائکة من نور. الله متعال فرشتگان را از نور آفریده، یک مخلوقات نورانی هستند. الله متعال شیاطین را و جنها را از آتش آفرید، فرشتگان را از نور آفرید و انسان را از خاک آفرید. این ماده خلقت این سه مخلوق الله متعال هستند. اما دلیل این که عرض کردم که فرشتگان می توانند که خودشان را به شکل‌های متعددی و صورت‌های متفاوتی در بیاورند، هم دلیلش در قرآن کریم هست و هم در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. در سوره ذاریات میخونیم که الله متعال درباره فرشتگانی که نزد حضرت ابراهیم علیه السلام رفتند این مطلب را نقل کرده.
هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، آیا خبر و داستان میهمانان بزرگوار ابراهیم به شما رسیده؟ در قرآن کریم این داستان را میخونیم که این فرشتگان برای عذاب قوم لوط الله متعال اونها را فرستاده بود، نزد ابراهیم رفتند و حضرت ابراهیم برایشون مهمانی آورد و گوساله رو ذبح کرد و تقدیم کرد به اونها و همچنین رفتند نزد حضرت لوط علیه السلام و جریانی که همه شما از آن خبر دارید. و همچنین در سنت و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه زمانی که حضرت جبرئیل علیه السلام می آمدن نزد ایشان، معمولاً به شکل دحیه کلبی رضی الله تعالی عنه ایشان می آمدند و این موارد دلیل بر این هست که فرشتگان مخلوقات نورانی هستند، فرستادگان الله متعال هستند و توانایی دارند که به اشکال مختلفی خودشان را در بیاورند و موجوداتی بسیار گرامی و مکرم هستند. این تعریف فرشته و ملائکه هست در تعالیم دینی ما. ایمان آوردن به این فرشتگان و به این مخلوقات نورانی الله متعال یکی از ارکان و پایه‌های اعتقادی دین مبین اسلام هست که تمام انسانها بدون استثناء، مسلمانان، اون کسانی که خود را پیرو دین اسلام می‌دانند، باید بر این نکته و این اصل ایمان داشته باشند. این اصل و پایه از قرآن کریم، از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و از اجماع امت اسلامی ثابت هست که ایمان به فرشتگان یک رکن از ارکان دین هست و تمام مسلمانان باید به آن ایمان داشته باشند. الله متعال در سوره بقره می فرمایند ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر، در ادامه می فرماید والملائکه والکتاب والنبیین. احسان و نیکوکاری و بر این هست که شما به الله متعال و روز قیامت ایمان بیاورید. به الله متعال و روز قیامت شما ایمان بیاورید. و در ادامه می فرمایند که والملائکه والکتاب والنبیین، این هست که ایمان بیاورید به فرشتگان و کتابهایی که از جانب الله متعال نازل شده و نبیین و ایمان آوردن به فرشتگان. این دلیل از قرآن هست و موارد دیگر هست که در این آیه ما میبینیم که الله متعال ایمان به الله و روز قیامت و ملائکه و کتابها و نبیین را در کنار یکدیگر ذکر کرده. 5 رکن از ارکان ایمان را الله متعال در این آیه ذکر فرموده و رکن دیگرش که ایمان به تقدیر هست در آیات دیگری از آن ذکری میان آمده. و همچنین میبینیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم در سنت خودشون در این زمینه یک حدیث بسیار مشهور و معروفی هست، حدیث جبرئیل هست که حضرت جبرئیل علیه السلام از رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که اخبرنی عن الایمان، یا رسول الله به من بگو که ایمان یعنی چی؟ تعریف ایمان چی هست؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند الایمان ان تؤمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله و الیوم الاخر. ایمان این هست که شما باور داشته باشید، اعتقاد داشته باشید به الله متعال و به فرشتگان و کتابهای آسمانی و پیامبران الهی و در آخر هم روز قیامت و تقدیر.
این جزو اساسیات و اصول دین مبین اسلام هست. یک میان برنامه ای را با هم خواهیم دید و پس از آن در خدمت شما انشاءالله خواهم بود. قبل از میان برنامه درباره این که ایمان به فرشتگان یک اصل دینی هست و جزو ارکان دین هست مطالبی رو خدمت شما بیان کردم و یک مسلمان باید عقیده ای را که به آن ملتزم هست و باوری را که در قلب خودش جای داده و بدین وسیله و بر آن مبنا خداوند متعال را عبادت می کند شایسته است که دلیلش را از قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فرا بگیرد. من تعریف فرشته را از دیدگاه آیات و روایات خدمت شما بیان کردم و همچنین این که ایمان به فرشتگان و این مخلوقات نورانی یکی از ارکان اسلام هست. اگر کسی از شما بپرسد که دلیل شما چیست که ایمان به فرشتگان را یک رکن از ارکان ایمان می‌دانید، بسیار واضح و آشکار هست. دلایل متعددی هست در قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. آیه 177 سوره بقره ولکن البر من آمن بالله والیوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین، این یکی از دلایل قرآنی ایمان به فرشتگان هست و معروفترین دلیلش از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم حدیث جبرائیل هست. حدیث بسیار معروف و مشهوری هست که حضرت جبرائیل علیه السلام اومدند و از رسول الله صلی الله علیه و سلم مطالبی را پرسیدند. یکی از این مطالب تعریف ایمان بود که رسول الله صلی الله علیه و سلم در تعریف ایمان این گونه فرمودند که ایمان یعنی این که شما معتقد به الله و فرشتگان و کتابهای آسمانی و پیامبران الهی و روز قیامت و تقدیر باشید. پس بنابراین ما که پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، ما که خود را مؤمن و ایماندار می‌دانیم، باید به این مفادی که از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم جزو مفاد ایمان هست و هر مسلمان باید به آن ایمان داشته باشد، ما هم باید ملتزم باشیم و به این موارد باید ایمان داشته باشیم. اما نقطه دیگر اینجاست که وقتی که ما میگوییم که ما به فرشتگان الله متعال ایمان داریم، ایمان به فرشتگان را یکی از اصول اعتقادی و اصول ایمان میدانیم. این به چه معنی هست؟ وقتی که یک فردی میگوید من به فرشتگان ایمان دارم، یعنی چی؟ و چه مواردی رو باید در نظر داشته باشد و به چه نکاتی درباره فرشتگان انسان باید معتقد باشد؟ اولین مطلب ایمان به وجود آنهاست. یعنی ما باور داشته باشیم که فرشتگان وجود دارند، موجوداتی هستند و مخلوقاتی هستند از الله متعال که الله متعال از آنها را از نور آفریده، ماده خلقتشان نور هست. همان گونه که قبلا عرض کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خلقت الملائکة من نور، فرشتگان از نور آفریده شدند. و همچنین نصوص شرعی که در قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره وظایف فرشتگان، اعمالی که فرشتگان انجام میدهند، به این موارد من و شما باید کاملا ایمان داشته باشیم. مطلب دوم این است که ما در مورد فرشتگان به صورت تفصیل درباره آن فرشتگانی که الله متعال اونها را در قرآن کریم برای من و شما نام برده، این فرشتگان را باید به نامشان ایمان داشته باشیم. نام حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل و دیگر فرشتگانی که نامشون در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده، به صورت خصوصی
و جداگانه ما باید به این فرشتگان به عنوان برترین و با فضیلت ترین فرشتگان الله متعال باید ایمان داشته باشیم. و نامه هایی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم در احادیث خودش برای فرشتگان بیان کرده یا فرشتگانی که نامشون در قرآن ذکر شده، به این نامه ها ما باید ایمان داشته باشیم که این افراد جزو فرشتگان الله متعال هستند و از طرف خودمون برای فرشتگان نامی رو تعیین نکنیم و ما نمیتونیم که برای موجوداتی که آنها را نمیشناسیم، ندیدیم، از جانب خودمون برای اونها نام انتخاب بکنیم. اما مواردی را که الله متعال نام این فرشتگان را برای ما ذکر کرده باید ایمان داشته باشیم که حضرت جبرائیل، میکائیل و اسرافیل و دیگر فرشتگانی که نامشان ذکر شده جزو برترین فرشتگان الله متعال هستند. نقطه دیگری که در این زمینه باید به خاطر داشت ایمان به کثرت و آمار فرشتگان هست. ما معتقد هستیم که فرشتگان یکی از مخلوقات نورانی و عظیم الجثه الله متعال هستند که آنها را برای عبادت خودش آفریده و این فرشتگان و این موجودات آسمانی بسیار زیاد هستند. آمارشون و تعدادشون غیر قابل شمارش و غیر قابل حصر هست. در این زمینه الله متعال برای ما مطالبی رو بیان کردند از رسول الله صلی الله علیه و سلم. احادیث و روایاتی برای من و شما نقل شده که ایمان به این نقطه را برای ما لازم می‌گرداند. الله متعال می‌فرماید و ما یعلم جنود ربک الا هو. الله متعال می‌فرماید که جنود الله را، سپاهیان الله را کسی جز خودش نمی‌داند که تعدادشون چه اندازه هست. و همچنین روایتی هست متفق علیه از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره بیت المعمور مطالبی رو بیان کردند و توضیحاتی رو دادند و در ضمن توضیحات رسول الله صلی الله علیه و سلم درباره بیت معمور اینطوری آمده که ایشان می‌فرمایند یطوف به کل یوم 70,000. هر روزی یعنی روزانه 70,000 فرشته می روند و پیرامون و اطراف بیت المعمور طواف می کنند و تا زمان و تا قیامت هم دوباره به این 70,000 نوبت نمی رسد که باری دیگر بیایند طواف بکنند. این دلیل بر کثرت تعداد و آمار فرشتگان هست. پس بنابراین این هم یکی از نکاتی هست که در زیر مجموعه ایمان به فرشتگان ما باید به این نقطه ایمان داشته باشیم که فرشتگان الله متعال موجودات بسیار زیادی هستند و ما باید به کثرت آنها ایمان داشته باشیم. پس بنابراین ایمان داشتن به وجود فرشتگان، ایمان داشتن به ماده خلقت فرشتگان که فرشتگان مخلوقات و آفریدگان نورانی هستند، ایمان داشتن به وظایف و کارهایی که فرشتگان انجام میدهند، ایمان داشتن به نام فرشتگانی که در قرآن ذکر شده، باور کردن نام اونها، ایمان داشتن به این نقطه که فرشتگان الله متعال تعدادشون و آمارشون بسیار زیاد هست. تمام اینها جزء تفاصیلی هستند که ما به عنوان ایمان به فرشتگان به این نکات باید ایمان داشته باشیم. غیر از این نکته دیگر این است که ما باید به مقامات فرشتگان باید ایمان داشته باشیم که فرشتگان جزو بندگان و مخلوقات مقرب دربار الله متعال هستند که همیشه و در هر حال مشغول اطاعت و پیروی و عبادت پروردگار هستند و جایگاه بسیار بلندی رو نزد الله متعال دارند و خود این فرشتگان در میان یکدیگر باز هم در مراتبشون و جایگاهشون با همدیگر متفاوت هستند. برترین فرشتگان اونهایی هستند که الله متعال از اونها نام برده و برتر از تمام فرشتگان روح القدس هست، حضرت جبرائیل علیه السلام.
و همچنین در زمینه ایمان به فرشتگان نکته دیگری رو ما باید در نظر داشته باشیم که و آن این هست که از جانب خودمون به فرشتگان چیزی رو نسبت ندهیم، پیش داوری و قضاوت نکنیم در مورد فرشتگان. ما می‌دانیم که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم مشرکانی که بودند درباره فرشتگان باورهای متفاوتی رو داشتند، اعتقادات نادرستی رو داشتند. مثلا این که معتقد بودند که فرشتگان دختران الله متعال هستند و اونها را زن خطاب می‌کردند، یعنی تصورشون این بود که فرشتگان از جنس ماده هستند که الله متعال این رو در قرآن کریم رد می کند. و بسیاری از مشرکان معتقد بودند که فرشتگان در روز قیامت حتی بدون اجازه الله متعال میتونند برای ما شفاعت بکنند. اینها فرزندان خدا هستند، دختران خدا هستند و در روز قیامت شفعاء و شفاعت کنندگان و سفارش کنندگان ما خواهند بود. ما باید به عنوان ایمان به فرشتگان، به عنوان یک مسلمانی که به فرشتگان الله متعال ایمان داریم، این مواردی رو که الله متعال از فرشتگان نفی کرده و مشرکان اومدند این موارد را و این اعتقادات باطل رو ترویج دادن، ما باید این اعتقادات باطل رو رد بکنیم و در مورد فرشتگان فقط و فقط آن مواردی رو که از قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت هست باید به این موارد ما ایمان داشته باشیم. و مواردی دیگر که تصورات باطل انسان ها هست در طول تاریخ به دامن فرشتگان چسبیده شده و مشرکان در طول تاریخ درباره فرشتگان ایمان داشتند، ما این موارد را باید رد بکنیم و فقط ایمان ما در مورد فرشتگان باید برگرفته از آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشه. و این یکی از ویژگی‌های امت میانه و گروه رستگار هست که اهل سنت و الجماعت هستند. در تمام اعتقاداتشون اهم از اصول ایمان باشد یا مواردی دیگر، اهل سنت و الجماعت همیشه و دائما یک امت وسطی بودند، یک ملتی بودند که میانه رو بودند، نه جانب افراط رو گرفتند و نه جانب تفریط رو. پس بنابراین من و شما به عنوان یک مسلمان باید ایمان داشته باشیم که فرشتگان مخلوقات نورانی هستند و مقرب درگاه الله متعال هستند و از نور آفریده شده‌اند و به اشکال مختلفی تغییر شکل می‌دهند و ایمان به فرشتگان بنابر آیات قرآن کریم و روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده جزو ارکان ایمان هست و ما باید به این موارد ایمان داشته باشیم. و هر کسی که فرشتگان را قبول نداشته باشد یا صفات و ویژگی هایی را که الله متعال در قرآن کریم برای فرشتگان نام برده یا فرشتگانی را که الله متعال نام آنها را برای ما اعلام کرده، هر کسی که به این موارد ایمان نداشته باشد در واقع کفر ورزیده به آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. و ما مسلمانان چون که معتقد به الله متعال هستیم، باور داریم که این قرآن کلام الله متعال هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم این قرآن را به ما رساندند و هرچه در قرآن هست صحیح هست و روایات صحیحی که در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده تفسیر این گونه آیات هستند. ما باید به محتوا و مفهوم این آیات و روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده باید ایمان داشته باشیم و ایمان ما باید کاملا مطابق با دستورات و آموزه‌های قرآن و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. تا برنامه دیگر که مطالبی دیگر رو درباره این رکن از ارکان اعتقادی خدمت شما عرض می کنم، تمامی شما رو به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.